ببینید چی نوشته. موضوع دیگه هسته‌ای نیست. گفته هسته‌ای، موشکی و سلاح‌های نامتقارن و متعارف. معنی خلع سلاح کردن جمهوری اسلامی. اصلا این متن من دارم میخونم. یعنی این اومده از قبل یه متن رو گذاشته یک طرفه. تازه اون وقتی که یک طرفه نبود که پاره کرد رفت، یه هم عملش. بعد تازه میگه خب من دوست ندارم اینا رو اجرا کنم، ولی اینا رو خود داوطلبانه بپذیر. اگر نپذیرید بعد اینطوری. خب معلومه. لذا اینجاست وقتی حرف از وفاق میزنیم، پس یعنی دولت، مجلس، همه و بعدم همه تلاش کنیم تبیین کنیم برای مردم عزیزمون که او چه نوشته آورده و چه چیزی رو از ما میخواد.